هی بادی سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب، کارتون تو جیبتون، پول باشه توش. خوش اومدید به چنل ریچ مومو وب و قسمت دوم از آموزش جامع طراحی وبسایت فروشگاهی با HTML, CSS, PHP, جاوا اسکریپت و همه چی. قراره که یاد بگیریم چجوری یک وبسایت رو از 0 تا 100 طراحی بکنیم و در نتیجه این دوره خواهیم توانست هر گونه وبسایتی رو طراحی بکنیم، پروژه بگیریم، مشتری بگیریم و شروع کنیم به درآمدزایی. کل این آموزش هم رایگانه، تا آخرم رایگان میمونه. اینجوری نیستش که ما نصفش رو بریم بقیهش رو بگیم بیاید ثبت نام کنید، به هیچ عنوان. در نتیجه با خیال راحت این آموزش رو دنبال کنید. فقط مطمئن باشید که ویدیوهای من رو لایک میکنید، به چنل سابسکرایب میکنید تا ویدیو جدید میاد از دست ندید و همینطور ویدیوهای دیگر رو که آموزش‌های کوتاه راجع به تکنولوژی، کدنویسی، برنامه‌نویسی و پادکست هایی که مربوط میشه به کسب درآمد از این زمینه برنامه نویسی و طراحی وب حتما دنبال بکنید و از دست ندید. دمتون گرم. پس در نتیجه لایک کردن شما و سابسکرایب کردن شما این انگیزه رو به من میده که دوره زودتر جلو بره و زودتر تمام بشه و بتونیم یک چنل خفن داشته باشیم، ویدیوهای خوب باحال. منو به دوستاتون معرفی بکنید. دمتون گرم. بریم سراغ قسمت دوم. خب دوستان عزیزم، ما تا اینجا جلو اومدیم، درسته؟ من اینو ببندم یه دقیقه. میخوام بیام روی این ایندکسی که داشتیم یه رایت کلیک بکنم، با براکت بازش بکنم. یادتونه بهتون گفتم که میتونید با براکت، با نوتپد پلاس پلاس، با همینطور دریم ویور که اون هم یک نرم افزار خیلی خفنه کار بکنید. نتیجهش میشه این. من اگه همون فایل رو با براکت اجرا بکنم، میبینید همه چی رو به من اینجا داده. من یه لحظه ببخشید. و همونطور که میبینید خیلی همه چی رنگیه. مثلا این استایل رنگش عوض شده. حالا اگه از دریم ویور هم استفاده بکنید، یک نما هم بهتون نشون میده همزمان که دارید کد میزنید، اونجا هم میتونید ببینید. ولی ما قرارمون این بود که چیکار کنیم؟ قرارمون این بود که بریم مستقیم سراغ هاست و دامین. اگه هنوز تهیه نکردید تهیه بکنید. پایین لینک میذارم، یه شرکت که من چند بار ازش خریدم و راضی ام. ولی از هر شرکت دیگه هم که میخواید میتونید هاست رو بگیرید. کدها که مال خودتونه، میتونید همیشه عوضش بکنید. خب این بود از داستان براکت. حالا من اینجا تو این قسمت بیام نیو فایل باز کنم، رایت کلیک نیو فایل. اینجا میتونم هر چیزی بزنم. مثلا بزنم style.css، بعد برم همه استایلامو از این بخونم. حالا اینجا ارور دادم. بعد مثلا اینجا ببینید یه دونه من فایل main.css دارم که میبینید استایل، فقط استایل این تو اومده، فقط فایل css هستش. این از این. حالا پس بدونید که با اینا میتونید کار بکنید. من برم سراغ کار خودم آقا جان. این رو رایت کلیک میکنم، open with notepad. نوتپد من کو آقا؟ choose another program. نوتپد ما رو بدید. نوتپد. خب میخوام بیام سراغ کار خودم. کار مهمتر فعلا داریم. من کنترل نگه دارم، با این ویل وسط موس میتونم اینو کوچیک بزرگش بکنم. حالا یه ذره بزرگش کردم که خانهش بره بالاتر. بچه در مورد هد یادتونه بهتون گفتم یه تگی داریم ما به نام متا چر ست مساویس با UTF-8. این چی کار میکنه؟ این میاد میگه که آقا همه کرکترهایی که توی صفحه هستن به صورت یونیورسال باشن. در نتیجه ما بعدا مشکلی با بقیه زبونا نداریم. چند زبونه بخوایم کار بکنیم، بروزرها زبونا ساپورت بکنن نکنن، این رو به صورت قراردادی بذارید همیشه باشه توی هدتون و از این متا استفاده بکنید. یا متاهای دیگه هم داریم که کم کم جلو بریم بهتون میگم. ما چیکار کردیم؟ اومدیم به بادی یه دونه رنگ دادیم. من میخوام این رنگ رو یکم بهبود بدم. چه جوری میتونم این رنگ رو بهبود بدم؟ من اینجا باید بنویسم یلو، رد، بلک، فلان بیسار. میگم به جای این کار بیا یه کار دیگه بکن واسه ما. من اگه یا میام آنلاین سرچ میکنم که کد رنگ پیدا کنم، یا اگه مثلا فتوشاپ دارم فتوشاپم رو باز میکنم. ببینید بچه‌ها اینجا توی فتوشاپ من اگه اینو بزنم اینجا همه طیفای رنگی رو دارم.
خب و میتونم از اینجا بیام کد رنگ رو بگیرم و ببرم اونور. ببینید کپی بک‌گراند من رو بکن این. حالا چی میشه؟ بک‌گراند من رنگش عوض میشه. نکته در مورد طراحی وب، سعی کنید حتما توی صفحات وبسایتتون، مثلا وبسایت‌های فروشگاهی یا خبری، واسه پس زمینه از رنگ بسیار روشن، یعنی طیف سفید استفاده بکنید. اگر هم همین الان برید همه وبسایت‌های فروشگاهی یا همه وبسایت‌های خبری نگاه کنید، می‌بینید که تمشون سفیده، به خاطر اینکه کاربر بتونه زمان زیادی توی وبسایت شما بمونه. دوستان یک نکته خیلی مهم توی امتیاز گرفتن وبسایت شما، ان شاءالله به امید خدا وقتی که وبسایتتون اومد بالا، یک نکته خیلی مهم واسه اینکه رنکینگ بگیرید، امتیاز بگیرید، تو گوگل برید بالاتر، اینه که کاربرایی که میان تو وبسایت شما چقدر میمونن. پس باید از تکنیک‌های زیادی استفاده بکنید که کاربر تجربه بهتری داشته باشه از کار کردن توی وبسایت شما و ترغیب بشه که بیشتر بمونه توی وبسایت و کار واسش راحت تر باشه نسبت به وبسایت های دیگه ای که توی فیلد شما دارن فعالیت میکنن. مثلا شما یک وبسایت فروش لوازم خانگی دارید، خب هزار تا وبسایت دیگه هم هستن دیگه. وقتی که کاربر میاد تو وبسایت شما باید امتیازاتی از لحاظ تجربه کاربری ناخودآگاه به کاربر بدید که دفعه دیگه هم بیاد از شما خرید بکنه، چون پیش خودش میگه که خب این راحت تره، بدون اینکه حتی به زبون بیاره میاد توی وبسایت شما. چرا؟ چون کار باش راحت تره، سریعتر میتونه به چیزایی که بخواد برسه، خستش نمیکنه اون وبسایت. و به مجموعه اینا میگن UX. ما دو تا مسئله داریم، UX و UI. یوزر اینترفیس که اون شکل و شمایل وبسایت میشه و UX میشه یوزر اکسپریانس، تجربه کاربری، و شما باید این دوتا رو رعایت بکنید. باید UX خوبی داشته باشه وبسایتتون. واسه اینکه UX و UI خوبی داشته باشید حتما از پس زمینه روشن استفاده بکنید. من برمیگردم توی فتوشاپ، نمیخوام سفید سفید بکنم، میخوام یه چیزی توی این مایه ها بردارم، مثلا دی حتی روشن‌تر. من میخوام ای 6 تا باید باشه دیگه، این رنگی باشه پس زمینه وبسایت من. حالا من میخوام بیام دیو دوم پاک کنم دیگه. این منطق دیو رو متوجه شدیم، بریم با یه سری چیزای جدید داشته باشیم. من این H2 تا H4 هم تگا رو اشتباه بستم جلسه پیش. ببین بستنشون باید درست باشه دیگه. H2 باز میکنی بعد H2 ببندی. اینم بردارم، بیایم یه دونه اسم بذاریم دیگه. قرار شد که واقعی جلو بریم. همین الان ببینید چه وبسایتی میخواید طراحی بکنید به عنوان وبسایت اولتون. من میخوام مثلا وبسایت ریچ مومو وب اسم این باشه و تایتل منم همین باشه. توی تایتل هم مینویسم فروشگاه آنلاین ریچ مومو وب. سیوش میکنم، اینجا شد فروشگاه آنلاین ریچ مومو وب، اینجا هم اسمی. خب من این بک‌گراند و بوردر و اینا رو میخوام حذف کنم چون میخوام استایل بهتری به این بدم. آیا لازم است من در همون بدو ورود که وارد میشم به یک وبسایتی این بالا اسمش رو نوشته باشه؟ خیر، لازم نیست. چرا؟ چون ما از منو استفاده میکنیم، از لوگو استفاده میکنیم، نتیجتا لازم نیستش که اسمش رو بلند بزرگ اونجا بنویسم. میتونم توی یک جمله‌ای باشه این اسمه. پس فعلا اینو من اینجا گذاشتم. با یک تگ جدیدی که میخوایم آشنا بشیم، اسمش از پی. همه تگ ها مخفف یک چیزی هن. مثلا H مخفف هدینگ بود اگه یادتون باشه، درسته؟ P مخفف پاراگرافه. یعنی من تگ P باز میکنم، این پایینم میبندمش، اینجا میتونم یک پاراگراف بنویسم. پاراگراف من هر چیزی میتونه باشه. به وبسایت آموزشگاهی و
فروشگاهی محصولات طراحی و من یه ذره دورم از کیبورد به خاطر همینه که اشتباه می نویسم. پیاده سازی ریچ مومو وب خوش آمدید. خب من میخوام برم خط بعدی، اینتر بزنم، برم خط بعد ببینیم اینتر بزنیم ببینیم چی میشه. در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوال می توانید همواره با متخصصان مجموعه در تماس باشید. سیوش میکنم. آقا این مگه من اینجا اینتر نزدم؟ چرا این اینتر عمل نکرد؟ به خاطر اینکه عمل نمیکنه. ما واسه اینتر زدن یه چیزی داریم به نام BR، تگ جدید، تگ BR رو هم اینجوری میتونید بنویسید هم اینجوری میتونید بنویسید. همه تگ ها مخفف یه چیزی هن. P مخفف پاراگراف بود، H مخفف هدینگ بود، BR مخفف چیه؟ بریک. من 2 تا BR گذاشتم با 2 فرمت مختلف. اینجا میزنم میبینید برام فاصله انداخت. حالا یکی اینا رو کم کنم یه ذره نزدیک‌تر شد. فقط یه دونه اینتر زد. BR بچه از اون تگاییه که لازم نیست بازش کنید و ببندیدش. یه دونه خالی بذارید، حالا یا اینجوری یا اینجوری کافیه. درست؟ پس با تگ BR یا بریک هم آشنا شدید. جایی که میخواید اینتر بزنید از این استفاده بکنید، یا جایی که میخواید فاصله بندازید از این میتونه استفاده بکنید. حالا من میخوام یه کار دیگه هم بکنم. میخوام بیام این پایین بنویسم یه دونه BR بزنم. BR تمامی دوره‌های آموزشی دارای گارانتی 1 ماهه بازگشت بی قید و شرط وجه می باشند. خب حالا میخوام اینجا چند تا اسپیس بزنم، بعد بنویسم از اعتماد شما ویرگول سپاس گذاریم. که حالا این تولید محتوا خودش داستان داره چجوری بنویسیم اینا رو، اینا که بحث تولید محتوا میشه، میره سراغ یه بحث دیگه که آموزش‌های چنل رو میتونید دنبال کنید ببینید. من یه فاصله اینجا انداختم دیگه، ببینم این فاصله اینجا میفته. خیر نیفتاد. ببینید اینجا باید فاصله میافتاد. بله علاوه بر این که اینتر اینجا کار نمیکنه، فاصله اسپیس هم کار نمیکنه، فقط یک دونه کار میکنه. اگه من بخوام فاصله بیشتر داشته باشم میام اینجا امپرسند میذارم and N B S P. حالا چی میشه؟ می رفت جلو. دوباره یه دونه دیگه and N B S P. حالا چی میشه؟ یه ذره دیگه رفت جلو. درسته؟ اینم از این. پس این دوتا رو هم یاد گرفتید. حالا من بیام به این یه استایلی بدم دیگه. طبیعتا میام چی کار میکنم؟ میگم که آقا این دیو منو به جای اینکه بیام اینجا بنویسم استایلشو، بیام یه دونه شناسه بهش بدم. خب یا یه دونه کلاس واسش تعریف کنم. ببینید شناسه آیدنتیفایر اینجوریه. آیدی مساویست با اسمشو چی بذارم؟ اسمشو میذارم first block. به این نحوه نوشتن هم میگن نحوه نوشتن شطوری، یعنی کلمه رو مینویسی، توی کلمه بعدی اولین حرفش رو میای کپیتال یا بزرگ مینویسی، باعث افزایش خوانایی توی کد نویسی میشه. حتما از همین ابتدا این رو رعایت بکنید.
first block. یا میتونم یه دونه کلاس تعریف بکنم واسش. کلاس چی اسمش؟ مثلا فعلا اینا رو دارم می‌نویسم، بعدا عوضش میکنم. خب حالا فرقی نمیکنه که اسم چی باشه، اسم رو خودتون تعیین میکنید، هر چیزی میتونه باشه، پس فکر نکنید من هر چی مینویسم شما باید بنویسید، فقط باید چیزی باشه که بتونید راحت پیداش کنید، بهش رجوع بکنید. مثلا توی ممکنه شما وبسایتتون در نهایت 40 تا صفحه داشته باشه، بعد توی صفحه‌ای هستید دارید وبسایتتون رو مرور میکنید میگید اینجا مشکل داره و بدونید صاف برید سراغ کجا. واسه همین مهمه که تو ذهنتون چی میگذره، چجوری فرمت نوشتن رو رعایت میکنید و منظم کار میکنید و اسم معنی دار میذارید روش. حالا من اگه بخوام به این آیدی استایل بدم، این بالا توی استایلم میام یه دونه هشتگ میذارم و اسم اون آیدی رو مینویسم. اسم آیدی چی بود؟ first block. میام این بالا میگم که width 100%، text align center. میایم این پایین. حالا اگه بخوایم به کلاسمون استایل بدیم، اون پایین یعنی کلاس تعریف کرده باشیم، اینجا دات میذاریم به جای هشتگ. اسم کلاس رو مینویسیم، اینو باز و بسته میکنیم و همینا رو مینویسیم. به همین سادگی. میبینید این اومد وسط. حالا من واسه این میخوام از کلاس تعریف کنم، چون احتمالاً آیدی روی اون تکست الاین کار نکنه. میبینید سنتره. من از کلاس فعلا استفاده میکنم واسه این و عرضم به حضور شما، پس بدونید که هم اینجا میشه از آیدنتیفایر هم از کلاس استفاده کرد. این الان اومد این دوتا رو گرفت. ویتس 100%. یعنی چی؟ یعنی که آقا من بذار یه بک‌گراند به این بدم که شما راحت متوجه بشید. بک‌گراندش رو بکن بلو. ویتس 100%. درسته؟ من بیام این ویتس رو بکنم 80%. میبینید چی میشه؟ و حالا هر چی که من اینو کم و زیاد بکنم نسبت به ارزم به حضور شما تگ قبلیش عمل میکنه. مثلا ببینید اینجا این دیو با کلاس فرست دیو که میشه شناسنامه یا پاسپورت این دیویژن، پاسپورت کل این دیویژن از زمانی که باز میشه تا بسته میشه و بعدا ما به این میتونیم رجوع بکنیم. مثلا الان دید واسه استایل دادن، وقتی که به این استایل میدیم انگار داریم به این شخص با این پاسپورت استایل میدیم. خب به تگ قبلیش رجوع میکنه، به تگی که توشه. این الان تگیه که قبلیش بادیه، یعنی بالاتر از اون بادیه. و اگه من اینجا یه دونه دیویژن دیگه داشتم، یعنی توی این دیویژنم یه دیویژن دیگه داشتم به نام چی؟ دیو کلاس مساویس با هد. طبیعتا دیویژن رو باید ببندم و بعد می اومدم این هدر رو اینجا تعریف می کردم. چه اتفاقی می افتاد؟ میتونستم بیام اینجا اینو بدم بره جلو. حالا میخوام به این دیویژن هد استایل بدم. میگم که چی آقا؟ دات فرست دیو مگه یادتون نیست؟ الان این دیویژن مادر میشه دیگه، این فرزند میشه، این میشه والدش، درسته؟ دات هد. من اینو 100% بکنم دوباره 100%.
خب حالا میام میگم این ویتسش 80% باشه، بکگراند این باشه رد. میبینید بکگراند رد عمل نمیکنه. خب حالا من میام اینجا می نویسم که اینجا نمی نویسم، میام پایین یه دونه هد درست میکنم، دات هد بدون پسوند و پیشوند. میخوام به صورت مستقل واسه دیویژنی که کلاسش هد هست یه چیزی تعریف کنم. میگم آقا بکگراند یلو، اون بالا رد بهش دادم عمل نکرد دیگه، ببینیم این یلو عمل میکنه. بله عمل کرد. حالا من توی برنامه نویسی دچار اشتباهات زیادی میشم. اولین اشتباهی که خیلی مرتکبش میشم و الان هم شدم اشتباه تایپیه و هی میگردم سرچ میکنم ببینم اشتباهم کجا بوده، بعد میام میبینم این یه دونه اضافی بوده ای که من گذاشتم، در نتیجه این کلی زیر سوال میره دیگه وقتی که یه دونش اضافی باشه اشتباه باشه. حالا این پایینم میگم که ویت 100%. خب بچه کدومو داره میخونه الان؟ طبیعتا این بالایی رو داره میخونه. خب اگه من بالایی رو بردارم دیگه میاد پایینی رو میخونه، درسته؟ حالا این چه خاصیتی داره؟ ببینید یه زمانی هست شما یک کلاسی تعریف میکنید به نام هد، بعد این هده توی همه صفحات قرار تکرار بشه، هر کی هد مجزای خودشو داشته باشه و یه سری چیزاش تغییر بکنه، اما یه سری چیزاش ثابته. مثلا اینکه شما میخواید هدتون همه کلاس هایی که هد تعریف میکنید ویتسش پهناش 100% باشه و هایتش مثلا 50 پی ایکس باشه، 50 پیکسل باشه. خب اینو میاد میذارید تو جنرال، یعنی واسه فقط کلاس هد تعریفش میکنه این هایت و ویتسو. خب و حالا با توجه به این که اون هد این کلاس، ببینید بذارید کامل متوجه بشید، من دوباره یه دونه از این دیویژن کلشو تولید میکنم میارم این پایین، این از این، درست؟ این شد دوتا، درسته؟ خب این فرست دیو بود دیگه، اینو اسمشو میذارم سکند دیو. سکند دیو. بعد میام این بالا همینو واسهش تولید میکنم، یعنی فرست دیو میکنم سکند دیو، بک‌گراند سکند دیو میکنم یلو، سکند دیو هدم، بک‌گراندشو میکنم وایت. درود بر شما. یه دونه هد دارم که تکلیف پهناش و طولش مشخصه، پهناش و ارتفاعش. حالا این هده ببینید هم اینجا هد دارم، خب هم اینجا دیگه توی دیویژن دیگه هم اومدم این هده رو تعریف کردم. من به جای اینکه بیام اینجوری بنویسم و هر بار مجبور باشم واسش بنویسم و دیگه نتونم از این هد استفاده کنم، اینجا میام یه هد عمومی جنرال، به اینا میگن کلاس های جنرال، یعنی یه کلاسی که قرار خیلی جاها تعریف بشه تعریف میکنم که میگم آقا هد یعنی این پهنای 50 سانت و عرض 100%. خب و حالا مثلا میتونم بگم بوردره، یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم که شما فکر نکنید که فقط قرار، این به خود شما بستگی داره. باتم باید بچه ها برگردید کدتون رو بهینه بکنید. ممکنه شما ببینید دارید به یک چیز تکراری استایل مثلا بوردر میدید، بوردر باتن 2px سالید #CCC،
اینجا دید اضافه شد، بذار بکنمش 10px که قشنگ ببینیدش. میبینید اضافه شد دیگه. پینکش کردم که کامل ببینید. خب این جنرال همه جا هست. حالا من وقتی که میام میگم second div dot head یعنی هدی که توی این دیویژن قرار گرفته، یعنی این کلاسی که توی این کلاس قرار گرفته والدش اینه، این استایل رو بهش بده، بک‌گراندش رو وایت کن. second div این فقط این ریچ مومو وب 2. اما وقتی میگم first div head یعنی برو سراغ کلاس head توی دیویژنی که اسم کلاسش first div هست، فقط و فقط همین، و بک‌گراندش رو قرمز بکن. اینجوریه که میتونم جلوگیری بکنم از دوباره نویسی و اووررایت کردن. اینم از این. پس اینم بهتون یاد دادم. حالا اگه تو خود هده مثلا یه کلاس دیگه هم بود، مثلا فرست دیو، ما توی این کلاس هد الان چی دیگه داریم؟ ببینید این والده، این میشه بچهش، خود این بچه والد این h1 میشه دیگه، چون توی این تگ نوشته شده، بین باز و بسته شدن این تگه. پس من میتونم بیام بگم که آقا فرست دیو من هد توی این کلاس تگ h1 هر چیزی که هست فونت سایزش رو بکن 18px و کالرش رو بکن این، مثلا این رنگ. این بالا رو نگاه کنید، دیدید سایز فونتش رو عوض کردم، رنگش هم عوض کردم. مثلا اگه میکنم 28px اینجوری میشد. درسته. حالا بعدا راجع به این صحبت می‌کنیم چه جوری اینو بیاریم وسط، چه کاری کنیم که این بزرگ و کوچیک میشه صفحه، مثلا موبایل میشه خودش اینا بزرگ و کوچیک بشه. راجع به همه اینا صحبت می‌کنیم. پس این کارا هم انجام دادیم. نتیجتا امروز ما راجع به چیا صحبت کردیم؟ راجع به این که چه جوری دیویژن ها رو از این پایین، دیویژن ها نه هر چیزیم، چون من به پی من میتونم کلاس بدم، به همه چی میتونم کلاس و آیدی بدم، چجوری کلاسش رو تعریف کنیم و به جای اینکه این جلو بهش استایل بدیم تو تگ خودش، بیایم توی هد استایل بهش بدیم. ما 3 نوع استایل دادن داریم. یکی این لاینه که همینجا می نویسیم، یکی توی هدینگمونه و یکی این که کلا ببریم توی فایل جدایی همه استایلامون رو بنویسیم. تا الان 2 تاشو یاد گرفتیم که چجوری توی هد استایل بزنیم و یا همین جلو استایل بزنیم. اولویتش هم با اون استایلیه که تو خود تگ تعریف میشه. مثلا من وقتی که اینجا بگم مثلا بک‌گراند بلک، بک‌گراندش بلک میشه، با اینکه من این بالا بهش رد داده بودم، کوشش اینها، اینجا من بهش رد داده بودم، اما اولویت این بیشتره. اینجوری تو ذهنتون بسپارید که هر کی به این تگ من نزدیکتره زودتر اون اجرا میشه و بقیه بایپس میشن. پس من 100 تا بک‌گراند دیگه به این بدم، اولین چیزی که اجرا میشه اون که این لاین جلوش نوشته شده. اینم از این داستان. هد رو یاد گرفتید، فاصله دادن رو یاد گرفتید، بریک رو یاد گرفتید، پاراگراف رو تگش رو یاد گرفتید که چجوری استایلتون رو ببرید اینجا، خانایی کدتون بالاتر میره، راحت‌تر اجرا میشه، تو مرحله اجرا شدن سریعتر اجرا میشه. و عرضم به حضور شما یاد گرفتید که اینا هر کدومشون شخصیتی دارن. بوردر رو یاد گرفتید. من اینجا بوردر باتم زدم، اگه بوردر تاپ میزدم چی میشد؟ قطعا بالاش میداد بوردر رو دیگه. میبینید اگه بوردر لفت میزدم چی میشد؟ کوش کجا رفت؟ اینا قطعا سمت چپش میداد. اگه هیچی نمیزدم فقط میزدم بوردر، چی؟ همه جاش بوردر میداد. پس این رو هم من یاد گرفتم کامل. این هم از این داستان. یادتون نره هاست و دامینتون رو خریداری کنید دیگه. کم کم میخوایم بریم سراغ اینه که صفحه اول وبسایتمون رو بچینیم، بنویسیم محتوا توش، واسهش منو بذاریم و بریم جلو.
تا جلسه بعدی مطمئن بشید که اگر هنوز سابسکرایب نکردید و به دوستاتون معرفی نکردید من رو حتما این کارو بکنید. حمایت بزرگیه واسه اینکه من دارم این دوره رایگان در اختیارتون میذارم. شما به جای اینکه هزینه‌ای بدید، به جای اینکه ارزم به حضور شما زمان بذارید برید کلاس یا اینکه پول بدید کلاس ثبت نام بکنید، خیلی راحت و رایگان میتونید اینجا بیاید. فقط خواهش میکنم به دوستاتون معرفی کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. دمتون گرم. هر سوالی دارید توی کامنت ها بنویسید. خیلی مخلصم. عاشقم. تمام.